یکی از تجربیات من چیزی را که من خلاقیت استراتژیک مینامم بسیار شبیه به فرآیند نقاشی است. یا زمانی که در زمینه کاریم روی یک پروژه کار میکنم و نیاز دارم بر خلق یک چیز جدید، یک فکر تازه، یک پیشنهاد جدید یا رویکرد نو برای مواجهه با چیزی، یک فضای واضح داشته باشم. مرحله آمادگی واقعا اهمیت داره. برای کارهای نقاشی این فضا زیباست. وقتی وارد میشم اولین کاری که انجام میتونم میست که فضای فیزیکی خود مرتب و پاک نگاه کنم. اگر لازم باشه چیز را جابجایی کنم تا فضا را آماده کنم، این کار حتما میکنم. سپس به کاری که باید در طول روز انجام بدم نگاه میکنم، او را یک مرور میکنم و ممکن است که او را روی میز خود قرار بدم. حتی نگاه کردن به اطراف اتاق و گفتن ای که خوب امروز چی یک کاری میخوایم انجام بدم ذهنم مشغول میکنه. نیازی به تصمیم گیری ندارم. عمدتاً به چیزی که در اطرافم از پاسخ میتم و واکنش نشان میتم و این به من امکان میده که با فضا ارتباط برقرار کنم. در فضا حرکت میکنم و همه چیز در دسترس و اختیارم است. بعد از اون میشینم، معمولا گوشه از اتاق به چیزی قرار است روش کار کنم نگاه میکنم، با آثار و نرمندایی که تحسینشان میکنم یا شاید با کارم رابطه دارن میارم. با اونا اجازه میتونم به فضای ما وارد شوند. میبینم که او با رنگ چی میکنن. اغلب حس میکنم نوع انرژی از او به من منتقل میشه. معمولا زمانی را هم دعا میکنم، یعنی به دعا اختصاص میتونم خودم آرام میسازم. بسیاری وقتا در سکوت گوش میتونم، حتی امیاله سکوتی که در کلیسا وجود داره. این فضای آرام به من یادآوری میکنه که تنها نیستم. شاید این ناملموس باشه اما به نوعی ملموس هم میشه که اینجا هستم و این خوب است. این خوب است. خدا خوب است. معمولا شروع به طراحی میکنم، حتی اگر او طراحی برای چیزی که قرار است انجام بدم مستقیما استفاده نشه، اما این کار به من کمک میکنه تا با فرآیند فیزیکی طراحی و ایجاد خطوط ارتباط برقرار کنم. مثل گرم کردن یک ورزشکار برای گرم کردن عضلاتش. اما همونطور که مایچه ها را گرم میکنین، ذهنتان هم درگیر میشه و آگاهتر میشین. حتی روتینای ساده نیز به ذهن فرصت میتن تا روی چیزی که واقعا به او علاقه‌مند است متمرکز شود. در دنیای مدرن ما ایجاد تو یک فضا بسیار دشوار است، اما اگر بخوایم واقعا متمرکز باشیم باید این کار انجام بدیم. روتین ذهن آزاد میکنه تا به سطح بالاتری از علاقه بپردازه. خود روتین یک بستر فراهم میکنه که بتانین از او برای کاوش و تحقیق استفاده کنین. روتین زمینه را ایجاد میکنه که در او میتونین به طور خودجوش عمل کنین. بنابراین خودجوش بودن اکنون در یک چارچوبی که از قصد و هدف است رخ میده. میخوایم به این سمت حرکت کنم. نمیفهم به کجا خواد رسیدم، اما باید به طور خودجوش عمل کنم، کاوش کنم، دنبال احتمالات جدید باشم، اما بلو تو فی چارچوب میفهم به کجا میرم و میتونم قضاوت کنم که چی چیزی به من کمک میکنه به اوجا برسم. بسیاری وقتا شگفت زده میشم، تعجب میکنم و اینجاست که خودجوشی و منطق یک جای کار میکنن. این ترکیبی از مغز چپ و مغز راست است. مغز راست، مغز چپ، رفت و برگشت بین این دو. گاهی نقاشی را تمام میکنم، فقط پسان متوجه میشم که تمام شده. روش کار میکنم، همه چیز آماده است و فکر میکنم هنوز تمام نشده، اما امروز همیشه دیگه تمام شد. روز بعد پس میایم و میفهم که نمیخوایم لمسش کنم. یکی چیز درست یا غلط است در معنای عمیقی تغییر میکنه. به اون نگاه میکنم، میبینم برخی بخشایش شاید کاملا درست به نظر نرسن، اما اگه وارد تغییر بتین باید کل نقاشی را تغییر بتین. یا میفهمین که مو اشتباه باعث ایجاد نوع ناامانگی شده که برای مشابه زندگی واقعی است. حتی زندگی واقعی پر از آشفتگی است. زندگی همیشه کامل نیست. من با نقاشی که در او عناصری باشه که بگوین شاید یک اشتباه باشه، دقیقاً جور نمیشه، مشکلی ندارم. این سمیته که بله بسیار واقعی است، به زندگی و پویایی میبخشه. اجازه بتین او اشتباه باقی بانه.